من محمدی هستم، فرزند زرگای محمدی از ولایت پروان، ولسوالی بگام، قریه یورچی، فارغ از لیسه خمونی توحیدی که در کنکور 14 سال شد با اخذ 349.5 نمبر به طب مالجوی توبه را پیدا کردم و این موفقیت را مدیون زحمات و تلاش حمایت پدرجان و اساتید گرانقدرم، خصوصا جناب انجینیر صاحب امید فخری‌زاده، انجینیر صاحب نوید فخری‌زاده و جناب انجینیر صاحب محمد سیدخیلی هستم. دوستای عزیز، همون قسمی که می‌فهمیم موفقیت اتفاقی نیست. همون قسمی که استاد همیشه خودشون میگن هیچ چیز اتفاقی نیست، هر چیز بر اساس محاسبه است. شما وقتی کاملا موفق هستید که در زندگیتون همیشه دست از سعی و تلاش در ندارید. و در اخیر هم سخنان رو به می خاتمه میتونم که مهمی است استادتون کی باشه. تشکر. امیدوار هستم امروز روز خوشی را داشته باشه. امروز یکی از روزهای بسیار جالبی از سیستم کورس ما یا در مجموع و کورس شما یا کورس مردم و این جالبیتش این است که امو وعده که 1 سال قبل به بچه‌ها کرده بودیم که هر کس بتونه بالاترین نمره را در سطح پروان بگیره برش $1000 ما تحفه میدیم و باز هم اعلان برای شما میکنیم و هر یک شما میتونید جز کسایی باشه که به سال همین نمره را میتونید بگیرید. اگر شما به سال جز 5 اول افغانستان شوید $3000 به شما جایزه میدیم. اگر شما جز اول نمره پروان شوید $1000 را باز تمدید میکنیم به سال آینده با امید موفقیت شما، ما و همه انسان. خب باشه، فکر کنم یا چی میگن خسته میشن. خب بچه ما زیاد دیگه گپ نمیزنیم، امو جایزه را برتان نشان میدیم، هم در تصویر نشان میدیم و هم انشاءالله که در پول این است یک خود کسی که اهدا میکنین. ایمان جان از خیر ایمان هست ایره بیوالده انا خیر گفت نظر دیگه جایزه میره پایین که میره کمی طرف کش میره پایین که باشه که باز مایده میره بچه تبریکش باشه. نقدی برش هست. سلام بگو موفق باش. تکبر هر ساله یک آرام یافتی صاف یک حساب شما بگیر استن نلارزم بسیار خوش هستم که لبخند به لبای شما و دکتر صاحب نمی‌کنم. روزتان خوش، دوستتان راحت. سلام، عرض ادب خدمت استاد و مدیر صاحب دکتر سیما دیگه برادرایی که صدای ما را میشنوند، خدمت سلام عرض میکنم خدمتشان. دیگه استاد از ما خواهش کرد که همین چیزای مرا جان به ما بگو که در طول درس از این در چی چیزی کپا چه زحمت ها رو بری شدی. از زمانی که من که صنف 5 ساله 6 ساله شد که من در متاسکیل می بودم تا مکتب میدان، خودم 3 نفر این برادرش ایده 3 تا در متاسکیل می بودم، دکان داشتم دانم میدان، یک در دکان فانشان میکردم و همه دیگه کاسه چاشتی ها را مثل یک خانم ولی که در خانه آشپزی میکنن نموش شکل همه دیگه کاسه ها را میخوردم. باز 12 بجه که میشد مکتب رخصت میشد میرفتم یار از مکتب گرفتم میامدم در دکان نانشان را میخوردن، بعد از یک چای ما که میخوردن میبردم در کورس یاره، در کورس دان میدان انگلیسی میخواندن، کم کم ریاضی میخواندن، خود بودن و تا 5 بجه یاره گرفتم میآوردم خانه به نمی شکل یاره تا زمانی که خودشان یک ذره باز که سوار شده تانستن رفت آمد کرده تانستن باز خودشان رفتن آمدن. صبح که اینجا کورس میامد پیش استاد انجینر امید تا ساعت 11 و نیم 12 بجه از همینجا رکعت میکرد میرفت خانه نمیامد میرفت در مکتب. 2 سال متواتر نان چاشتی نخورده بود. پیام به پدر عزیز امی است که بیادر بسیاری طفلا را در بازار ما میبینیم پلاستیک در دستش بفروشه جگرم خون میشه، با واقعا رنج میبرم. چرا؟ امروز پدر خود زحمت کش است، پدر بالای ما مقدر زحمت کشیده بود، بم خود ما سرگذشت هستیم، پدرها سرگذشت است.
با ما زحمت کشیده بود ولی در اون زمان قدر امکانات نبود. الحمدلله 12 سال خود ما مکتب خواندیم و پدر ما هم زحمت به ما کشید و فعلا در اون زمانی که بود تنها یک دهقانی بود دیگه کدام کاروبار نبود اطراف. فعلا از رقم کار دیگه است. پدرها امکانات دارن، پدرهایی که سر اولادشان کار میکنن از اون پیسه میگن به ما بیان، ما با واقعیت جگرم از این پدرها خون میشه. چرا؟ آینده ما شما خراب شد، آینده اولادتان خراب نکنی. زحمت خودت بدوش بگی 4 سال ای آینده داره دیگه داره دیگه. به پدرها خواهش مینمیس از تمام پدرها که سر اولادشان زحمت نکشن، نمی زحمت 4 سال بدوش خود بگیرن بانن که آینده ش جور کنه. اگر من سر عمل کار میکردم بسیاری دوستا گفت شاگرد مستری بانش، بسیاری یا گفت کار که سرشان در بازار کراچی. من گفتم من خودم کار میکنم، من خودم کار میکنم، زحمت نمی بانک آینده یا جور شود. امروز اولادم از اگر اولاد هر پدر ما به بلاد زندگیم تمام پیسه را داشته باشم، خداوند ما را پیدا کرده روزی من خدا میته، ولی اگر اولادت آرام باشه حتی مردیتان به بسیار هم اولادت به لطف خوش دعا کردن میتونه. اگر اولادت که پریشان باشه مردیتان یاد کردن میتونه زندهتان. اگر اولاد هر انسان این نمیر در نظر داشته باشه که من یک اولاد خوب تربیت کنم، اگر سری پلاستیک فروشی کنم کاروبار کنم در بازار به 100 و 200 خوشم، آینده اولاد خراب است. نه در زندگیت کدام کومت دست پیشی به پدر مادر کده میتونه، نه بعد از وفات بخوای نخوای گپ است. الحمدلله کلگیر خدا کل پدرها را ما را استادا را پرسنل عمر دراز بده، خب بخوای نخوای گپ است. سلامت بشو.